خانه و چه و تاش نیست. من از وظیفه میرم. مبلغ باشد او کامگاه بندگی رو سیگار خبری ماشین گردید. در جامعه تاجیک قبول شده است که زن باید فرزند تولد کند، کارهای خانه را انجام بدهد و هر کار دیگری هم کند باید حتما از شوهرش اجازت و مشورت بگیرد. ما از مردها پرسیدیم که در کدام کارها با همسرشان مشورت میکنند. اولاد اما وقت پرسیدم با زنک مقصد مشورت کردن خوبه. در کدام کارها شما مشورت میگیرید؟ وضعیت اولوی بسیاره همه طرفه. سوال جواب دادنش قین دفعه. همسر باید که در خانه فقط همون وظیفه‌های چیزی که خانه دا وابسته همون قد سر کار داشته باشه. بیرون از خانه زنک باید سر کار نگیره. فقط مرد میتوند که این مسئله با مستقلانه خودش قرار قبول کنه. خب به فکر شما زن باید به کدام کارهای شوهرش دخالت نکند؟ این سوال را ما با مصاحبانمان مطرح کردیم و تقریبا جوابهای یک رنگ گرفتیم. همسرم همه کارو دخالت میکنم. در کدام کارها نمیخواستید که دخالت کند؟ در کدام کارها؟ خیلی همین کارو شخصی ما دخالت نکنه دیگه زندگی در کار دخالت میکنه سرانو. کارهای شخصیت مثلا کدام ها هستند؟ کارو شخصی خیلی همین کارو که مثلا از زندگی کار بسیار میشه. همه کار دخواه زنکو دخالت میکنن گو. شما در کدام کارها مشورت میپرسید از همسرتون؟ خیلی در کارو اولویت برای فرزندو برای در کارو برای فرزندو دیگه چی؟ های مثال اینه در جای کار ما وقتی کار میکردم میومد بسیار کارو در های زنک رشک میکنن کارگر دوری کار میکنن تاکی دست دادن رشک کردن در انا تا قدیبه گپ زدی تا کدیو تا کدیو تا چی میکنن؟ های دخالت میکنن در همیده ما همون در دودم باید فهمید اصلا اولی تو امروز نشیده که اگه کاری ما دخالت کردگی باشه. کارهای که نه مردکی ده. مثلا کارهای مردکی چی گفتن؟ کارهای نه مردکی مثلا کارهای زنکی خیلی خرید کنن یکم چی بگه یکم چی نیست خانه ده ماسد ما آورده میتونیم. خیلی که ما کارهایی که نه شخصی با دیگه کسا کار کنیم مثلا یکم اداره ده کار میکنیم کارها ده مو شخصی ده کار نگیرن ما زنکو. یعنی کارهای مردکی همین است. زنها هم در اداره ها کار میکنن پس کارهای مردکی است؟ نه خیلی کارهای شخصی چون ایوانی مثلا زنی ما خونشین است. ما هم مسئله چون میگیم ده خونشین است. کارها که در دولتی کار میکنه خیلی من باید ما کار بگیم چیکار کردیم چی خیلی کردیم کارها چی خیلی این کارها ده باید ما دخالت کنیم. باید دخالت نکنیم؟ نه خیلی دمو مثلا مو کارهای دولتی موده و دخالت نکنه فقط کارهای شخصی زنکی خشون. تاجیکستان برای بالا بردن مقام زن در جامعه و تامین برابری زن و مرد برنامه‌های زیادی دولتی قبول کرده است اما هنوز هم تصور در جامعه اکثرا همان است که در اول گفتیم یعنی زن باید فرزند تولد کند و کارهای خانه را انجام بدهد. او چه و تاش نیست. من از وظیفه میرم. مبلغ باشد او کامگاه بندگی رو سیگار خبری ماشین گردید.